reasonable صفت است و معنیش میشه معقول یا منطقی، یا هم میگیم منصفانه یا قابل قبول. ببین دوستا، مثلا اگر ما بگیم reasonable excuse یک معذرت منطقی یا معقول، یا مثلا میگیم که reasonable explanation یک توضیح یا تشریح قابل قبول یا یک توضیح یا تشریح منطقی. reasonable price یک قیمت یا یک بهای منصفانه یا یک قابل قبول. یعنی در کل ما میتونیم بگیم که reasonable معنایش fair میشه. fair یعنی مناسب یا شایسته. مثلا they have reasonable prices. آنها قیمت‌های منصفانه یا قابل قبولی را دارند یا قیمت‌های شایسته را دارند. به این معنی که قیمت‌هایشان نه زیاد خوب است و نه زیاد هم خراب. یعنی average، متوسط، شایسته، معقول، منصفانه، قابل قبول. یا مثلا میگیم که the professor explanation was reasonable. یعنی توضیح تشریح پروفسور منطقی بود، قابل قبول بود.